به نام خدا. با عرض سلام و ارادت خدمت دوستان عزیز که ویدیو رو تماشا میکنن. کانال تازه تأسیس ایران ستلایت تا سعی داره یه سری آموزش‌های ساده نصب و تنظیم دیش رو به زبان ساده برای شما عزیزان به نمایش بذاره. امیدوارم دوستانی که در این خصوص درباره نصب دیش مشکل دارن کمکشون باشه و بتونن مشکلاتشون رو در خصوص نصب به زبان ساده حل کنن. چون کانال تازه تأسیسه، امیدوارم با لایک و سابسکرایب ما رو در بیشتر دیده شدن کانال حمایتون کنید. ابتدا به ساکن دیش رو دوستانی که بدون وسایل میخوان نصب یه جهت رو انجام بدن، برای دوستانی که مستاجر هستن و در طول سال لازم دارن که جابجا بشن، برای اون دوستان بیشتر کارایی داره. جهت یاست رو معمولا برای اینجور موقع ها در نظر میگیریم. ابتدا به ساکن در منزل ریسیور منزل رو روی ماهواره یاست قرار میدیم و روی یه فرکانس قوی که معمولا فرکانس قوی ماهواره یاست همون کانال های جم هست که روی فرکانس 11881 وی 27500 قرار میدیم، چون ماهواره یاست فرکانس قوی روی این ماهواره جم داره قرار میدیم و سیم آنتن رو متصل میکنیم به پشت ریسیور و میایم پشتمون که اومدیم دیشمون رو همونطور که میبینید دیش رو من آماده کردم اینجا. اولین چیزی که در برای نصب یک دیش لازمه بستن LMB. ببینید دوستان، بعضیا میان این LMB رو اینجا میبندن، و اینجا. من معمول ترین راهش اینه که این شیار و زایده‌ای که خود LMB هستش این قسمت رو تا آخر به فیتور میچسبونیم و ساعت LMB مون رو روی ساعت 6 قرار میدیم، 6 یا 12. معمولا روی 6 بهتره، چون سیم به پایین میفته، چون روی ساعت 12 که بذاریم این سیم به این حالت میشه و خوب نیست و جنبه چیزی نداره. اینجوری بهتره و هم شکل‌دار و قشنگ‌تره و اینجوری قرار میدیم. بعد میایم به پشت دیش. از روی پیچ‌هایی که توی دیش هستش، حالا بعضیا با آچارخوره، بعضیا با پیچ‌گوشتی، پیچ تنظیم پشت دیش رو شل میکنیم و میبینیم که صفحه بازی میکنه. بعد اینو میاریمش به سمت پایین تا اونجایی که صفحه دیش بیاد قشنگ. وقتی پایین تر اومد اینی نگرش میداریم به سمت جنوب، دیشو میذاریمش به سمت جنوب. بعد صفحه دیشو به سمت جنوب که قرار دادیم 30 درجه به سمت شرق میگردونیمش، یعنی دیشو آروم 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 به سمت شرق اینو تکون میدیم. با قرار دادن آروم آروم بردن دیش به سمت چپ خواهیم دید که تصویر روی تلویزیون خواهد اومد. حالا من اینجا چون تلویزیون پایین کسی نیستش، من دستگاه فایندر دارم و همین مراحل با فایندر براتون انجام میدم که ببینید نصب همین دیش چقدر راحت هست. خب همونطوری که گفتم دیش رو به سمت جنوب قرار میدیم، چون ایران در نیمکره شرقی و شمالی قرار داره. تمام ماهوارهایی که روی ایران رصد میشن در جنوب قرار دارن. روی این خاطر مبدأ تنظیم ما جنوبه. روی جنوب قرار میدیم و به سمت قبله، مبدأ رو قبله قرار میدیم. به سمت قبله که گذاشتیم، چون ماهواره یاست 52 درجه است، به سمت شرق 30 درجه دیشو میچرخونیم و آروم آروم به سمت شرق دیشو میچرخونیم.
بعد از چرخوندن دیش اگر تصویر اومد خب بهتر، اگر نیومد مجددا سفر رو بالا پایین میکنیم، یه خورده بالا پایین میکنیم، مجدد دوباره همون مسیری که اومدیم رو برمیگردیم. و خواهیم دید که تصویر شما دیوونه کردین. خواهد خورد کن بود، حالا این حلقه رو اضافه کردین. حالت خوبه؟ تو رو خدا نرو رو دوره نصیحت کردن آزارش. خسته شدم دیگه. همه جا قیامت به پا شده. آخه این چیه؟ این جریان دیگه واقعا داره خفم میکنه. یه تیکه سنگه. چیزی که خفت میکنه برای دختر من خیلی مهم و حیاتیه. شعله و اینجا میبینیم که 66 درجه کوالیتی داره. برای بیشتر کوالیتی کردن میتونیم با یه ذره چپ و راست به 70 و 74-5 درجه برسیم. خب دیدید دوستان که با کمی حوصله به خرج دادن و با کمی وقت گذاشتن میتونیم راحت مسیر یاست رو که بیشتر فرکانس‌های بیشتر برنامه‌های خوب و آموزنده و فیلم‌های خوبی که توی ماهواره یاست هستش رو برای خودمون جهتیابی کنیم و تو این بحبوح‌های گرونی حداقل خرجی رو کمتر از خانواده کمتر کنیم. دوستان امیدوارم که با لایک و سابسکرایب و زدن زنگوله ما رو در حمایت کنید تا بیشتر ویدیوهای بعدیمون رو درست کنیم و بیشتر حمایتمون کنید که ویدیوهای بعدیمون رو درست کنیم. ممنون از اینکه وقت گذاشتید ما رو تماشا کردید. دوستتون دارم. ممنون. مرسی. ایران ستلایت.